شما کی هستی؟ من خانوم جادوگرم. چی کار داری؟ ما اومدیم الان اینجا فیلم برداری داشتیم، پیتزا هم درست کردیم. موقع خانم خراب کرده. پر پنیرش کردم. مال منه. گندم برای منه. همش برای شماست. برای منه. پیتزایی که پنیر بود دیگه همینجور ریختم. بابا تو دهنم بذار اینجا. اونو پاک کنیم، اینا رو ما نمیتونیم استفاده کنیم که. نه دستمال نداریم. آفرین آفرین خیلی خوبه. این بالایی ها به این دستت میرسه به بالاییه؟ بده بالا بره بالا. ماما اینجوری